میرسیم به خلوت کریم خانی. یه فضای نیمه باز و نسبتاً ساده است که یه ایوان 3 ستونه داره با نمایی از کاشیکاری‌های زیبا و نقوش گل و بوته‌های شکارگاه. اما چیزی که این فضا رو خیلی خاص و متمایز میکنه وجود سنگ مزار ناصرالدین شاه قاجاره. بله، بعد از اینکه پیکرش از شاه عبدالعظیم منتقل شد، سنگ مزارش رو آوردن توی خلوت کریم خانی گذاشتن. بعد از انقلاب مشروطه و مخصوصا در دوره پهلوی که نگاه به پادشاهان قاجار خیلی تغییر کرده بود، مقبره‌ها و یادگاری‌هاشون مورد بی‌توجهی یا حتی بی‌احترامی قرار گرفتن. در همین زمان سنگ قبر ناصرالدین شاه شکسته شد و آسیب دید. بعدها برای حفظش این سنگ مرمر رو منتقل کردن به خلوت کریم خانی توی کاخ گلستان. الان اون سنگ با همون شکستگی روی سطحش همونجاست. روی سنگ یک کتیبه هست که به خط نستعلیق شعر و عباراتی در مدح شاه نوشته. جالبه بدونید روی سنگ حتی جای گلوله‌ای که باعث مرگ شاه شدن مشخصه. تو بعضی از روایت‌ها گفته میشه که ناصرالدین شاه عاشق این قسمت از کاخ بوده و بیشتر وقتش رو اینجا میگذرونده، به دور از تشریفات سلطنتی و سکوت و آرامش.